سلام و درود به علاقه‌مندان پیج ایکسیوفو. انسان‌ها خیلی دوست دارن که اطراف خودشون رو بشناسن. برای همین به هر جایی سرک کشیدن. تو کرات دیگه مثل ما، تو اقیانوس مثل گودال ماریانا، زیر زمین، تو فضا و هر جای دیگه که فکرشو بکنید. اما یه جایی که همین بغل دستشونه هنوز خوب نمیشناسن. قطب جنوب. اگه بخوایم بریم قطب جنوب چند تا کار مهم باید انجام بدیم. اول از همه دندون عقلتو باید در بیاری. بعد از اونم باید آپاندیستو خارج کنی. میدونی چرا؟ احتمال عفونت دندان عقل و ترکیدن آپاندیس میتونه باعث مرگ بشه. چون در قطب جنوب نه دندون پزشک وجود داره و نه بیمارستان و اینها راحت میتونن بکشنت. قطب جنوب پر از یخه، اما در اصل یک کویر بزرگه. هیچ حیوانی تو قطب جنوب پیدا نمیشه. تنها حیوانات جزئی که اونجان انسان‌ها آوردن. فکرشو بکنید چه کویریه اینجا که 2 میلیون سال توش بارون نیومده. اما جالب اینجاست که 80% آب شیرین موجود در دنیا تو قطب جنوبه، اونم به شکل یخ. سردترین سرزمین کره زمین و همینطور عجیب ترین. انسان‌ها زیاد از این سرزمین ناشناخته خبر ندارن. فقط 100 سال اخیره که تحقیقات زیادی داره اینجا انجام میشه. اما عجیبتر از این سرزمین دنیای زیر این یخ‌هاست. قبل از اینکه انسان‌ها به زیر این یخ‌ها دسترسی پیدا کنن، فکر می‌کردن اونجا چیز زیادی نیست. یه مقدار آبه که روش هم یخ. ولی وقتی رفتن پایین دیدن یک دریاچه بزرگ اون زیر قرار داره. دریاچه‌ای که 15000 کیلومتر مربع وسعتشه. یعنی 1.5 برابر کشور قبرس. تا 1200 متر هم عمق این دریاچه است. 1200 متر عمق برای یک دریاچه خیلی زیاده. عمیق‌ترین نقطه دریاچه خزر 1050 متر عمقشه. اما این دریاچه خوشقواره زیر ضخیم‌ترین یخ‌ها زندانیه. ضخامت یخ روی این دریاچه 3623 متره. وقتی داشتن میرفتن تو عمق این یخ‌ها پایین، میگفتن آقا جز یخ هیچی نیست. چون به هیچی نمیرسیم. هرچی میرفتن پایین یخ بود. اما یک دفعه رسیدن به آب و درجه حرارت روی آب 89 درجه زیر صفر. این قضیه فکر دانشمندا رو مغشوش کرد. اونا میگفتن چرا این آب یخ نمیزنه؟ 89 درجه زیر صفر خیلیه ها. یعنی درجه حرارت قمرهای مشتری. آفتاب که اون زیر وجود نداره، پس چرا این آب یخ نمیزنه؟ دانشمندا به این نتیجه رسیدن که زیر این دریاچه یک اجاق روشنه. البته اجاق واقعی نیستا. گرمای هسته زمینه که درجه کف این دریاچه رو به -3 درجه میرسونه و حرکتی که تو این آب ایجاد میشه اجازه نمیده این آب منجمد بشه. یه چیز جالب دیگه این دریاچه اینه که اکسیژن موجود در این آب 50% بیشتر از اکسیژن آب شیرین های دنیاست. اونا باور داشتن که موجود زنده تو این دریاچه وجود نداره و البته واقعا هم وجود نداشت. اما اونها باکتری های عجیب پیدا کردن. یک باکتری پیدا کردن به اسم W123 خط فاصله 10. دی ان ای این باکتری با باکتری های روی زمین فقط 86% شبیهه و دلیلش اینه که این باکتری های منحصر به فرد میلیون ها سال از باکتری های دیگه جدا بودن و زیر میلیون ها تن یخ مدفون شده بودن. اونها بعد از تحقیقات بیشتر متوجه شدند که 3500 نوع موجود میکروسکوپی به غیر از باکتری ها تو این آب زندگی میکنن. جالب اینه که شبیه این تکه یخ عظیم قطب جنوب روی کره مریخ و قمر اروپای مشتری وجود داره و احتمالاً زیر یخهای اونجا هم موجودات میکروسکوپی زندگی میکنن. خوبه بدونید این تنها دریاچه اون زیر نیست، بلکه بزرگترین و عمیق‌ترینشونه. تعداد زیادی دریاچه کوچک همون زیر هست. بعضی دانشمندان معتقدند که حدود 400 دریاچه اون زیر وجود داره، اما همشون از یخ در امان نموندن و تعداد زیادشون مثل فالوده میمونن، یعنی آب و یخ قاطی. قطر یخ روی این دریاچه ها رو با ماهواره اسکن کردن که یخ در شرق قطب جنوب بسیار ضخیم‌تر از غرب قطب جنوبه و قطر یخ در اون به 48 کیلومتر میرسه. به غیر از این دریاچه ها بقیه زیر یخ ها از سنگ تشکیل شده. سنگ های زیر یخ ها بسیار شبیه استرالیا و هنده. دانشمندان معتقدند که استرالیا و قطب جنوب از هند جدا شدن و هر کدوم به طرفی رفتن. خشکی رودینیا که 1 میلیارد سال پیش
از هم تکه تکه شده استرالیا و قطب جنوب رو پدید آورده. اینجا میتونید تو رودینیا ببینید. اینجا استرالیاست و اینجا هم قطب جنوبه. البته پژوهشگرا به این چیزا راضی نیستن. اونها میخواستن جاهای مختلف تو قطب جنوب رو بازم سوراخ بزنن و برن پایین ببینن چه خبره. برای همین یک مته ساختن که دورش آب گرم جریان داره و بدون اینکه مته یخ بزنه و از کار بیفته 2152 متر رفتن پایین. با این روش ها اونا فهمیدن خشکی این زیر از چی تشکیل شده و از کجا اومده. اونا تونستن بفهمن که غار مرموز هم اون زیر وجود داره. این غار مرموز 2 برابر رودایلند آمریکاست، یعنی چیزی حدود 10,000 کیلومتر مربع وسعت این غاره. توجه دارید که 10,000 کیلومتر مربع، نه 10,000 متر مربع. دانشمندا راز به وجود آمدن این غار رو اینجوری کشف کردن که سالها پیش یک طوفان بزرگ در اطراف قطب جنوب به وجود میاد و موجهای 16 متری بلند میشه و این موجها با ضرباتی که به یخها میزنن در یخ پیشروی میکردن و این طوفان که مدت زیادی ادامه داشته باعث میشه که اون زیر یک حفره به وجود بیاد. چون طوفان آبهای گرمتر اقیانوس رو با خودش می آورد، باعث شد یخها مقدار زیادی عقب نشینی کنند و آب به زیر یخها نفوذ کنه و همین غار رو بزرگتر و بزرگتر کرد. یک کشف دیگه این بوده که یک رشته کوه زیر این یخها وجود داره که شرق و غرب قطب جنوب از هم جدا کرده. بزرگترین تکه یخ قطب جنوب به نام راس گلیشر شناخته میشه که نگهدارنده این تکه یخ این رشته کوهه. چون نمیتونید این رشته کوه رو ببینید بهش میگن روح. رشته کوه روح. قطب جنوب یک سرزمین دورافتاده و تنها در جنوبی ترین نقطه زمینه. نه شهری اونجا وجود داره و نه کشوری و نه حیوانات بزرگ مثل انسان. هر کی اونجا هست یک دستی تو علم داره و داره در مورد یک کاری تحقیق میکنه. البته بدون دندان عقل و آپاندیس. این سرزمین دورافتاده یکی از مهمترین قطعات کره زمینه. همونطور که گفتیم 80% آب شیرین زمین اینجا ذخیره شده که به صورت یخ وجود داره و همین یخچال‌های موجود در اینجا باعث میشه که آب و هوای کره زمین تلطیف بشه. این یخ‌ها نعمت کره زمینه. باید مواظب باشیم که آب نشه. چون اگه آب بشه فاجعه به وجود میاد. تمام دریاهای دنیا 65 متر میان بالاتر. در این صورت باید از 80% شهرهای دنیا خداحافظی کرد. چون همشون به زیر آب میرن.